اگر شخصی خواهد که دین اسلام را در یک جمله خلاصه کند، می تواند بگوید اسلام این دین اخلاق حمیده است. چون پیام‌آور این دین محمد صلی الله علیه و سلم به این معنا اشاره کرده در حدیث صحیح خود فرمودند: انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، رواه احمد. حقا که من فرستاده شدم تا اخلاق حمیده را پرره سازم. روایت امام احمد. دوستان عزیز، در حدیثی که حالا پیشکش شما می‌گردانیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امتان را از 3 رفتاری که اساس همه کردارهای زشتند منع کرده هشدار دادند. برای منع نمودن اسلوب تأثیر بخشی را استفاده بردند. بیایید بشنویم که چگونه گفتند. ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که بزرگترین معلم اخلاق صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیة المنافق 3: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. رواه البخاری و مسلم. نشانه شخص منافق 3 عمل است: اگر سخن کند دروغ گوید، اگر وعده دهد خلاف میکند و اگر به او امانت سپارند خیانت میکند. روایت امام بخاری و امام مسلم. این حدیث اگرچه ظاهراً خبر است و حال و رفتار منافقان را نقل میکند، ولی اینجا فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم ضمناً شخص مؤمن را آگاهانیده ایستادند که این رفتارها عملهایی هستند که با ایمان راست نمی آید و شخص مسلمان زنهار به هیچ یک آن نباید نزدیک شود. اگر دروغگویی و وعده خلافی و خیانت بر امانتها خصلت‌های اساسی شخص منافق باشد، پس دانسته می شود که خصلت مؤمن راستین این راستگویی در سخن، وفا کردن بر وعده ها و نگهداری امانت ها است.